من لیلام، سالهاست که در تاریکی که خودم ساختم زندگی میکنم. من یه گناهی کردم، یه گناهی که نه خدا، نه خودم، نه خواهرم، هیچ کس منو نمیبخشه. من و خواهرم مبینا خیلی با هم خوب بودیم، از بچگی همراز هم بودیم. خواهرم خیلی مهربونه، اسمش مبیناست. اول اون ازدواج کرد، 1 سال بزرگتره. زود بچه دار شد، یه دختر کوچولوی ناز داره. منم ازدواج کردم ولی بچه نداشتم. زندگی با همسرم خیلی سرد و بیروح بود. من دوستش داشتم، با عشق ازدواج کردم ولی اون همش درگیر کار بود. خیلی هم بی‌عاطفه و بی احساس. یه روز که دعوامون شدید شد به حد کتککاری، من چون با خواهرم و شوهر خواهرم خیلی راحت بودم رفتم اونجا چند روزی که کاش هیچ وقت نمیرفتم. خواهرم و شوهر خواهرم همش دلداری میدادن، بهم آرامش میدادن، منو این ور اون ور میبردن که من آروم شم. من در بدترین شرایط بودم، چون از وقتی که با شوهرم ازدواج کرده بودم نه محبتی دیده بودم، نه توجهی، نه قربون صدقه‌ای. همش شده بود عقده. از لحاظ روحی خیلی داغون بودم، قرص اعصاب مصرف میکردم. خلاصه مدتی خونه خواهرم بودم. ارتباط عاطفی شدیدی بین من و شوهر خواهرم شکل گرفت. بهش وابسته شدم. خودم نمیدونستم چه کار میکنم. انقدر از لحاظ روحی داغون بودم که عقلم از دست داده بودم. وقتی شوهر خواهرم و خواهرم صبح میرفتن سر کار، بچه رو از اون ور میذاشتم مهد کودک. من خونه تنها بودم. دیدم یک روز وسط روز شوهر خواهرم کلید انداخت و اومد تو. من لباس راحتی پوشیده بودم. بین من و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. بعدش من خیلی عذاب وجدان داشتم و هر بار به خودم میگفتم دیگه بسه. با زندگی خواهرت داری چی کار میکنی؟ ولی شوهر خواهرم آنچنان منو تو چنگش گرفته بود با محبت و چرب زبونی که کم میآوردم. جایی نداشتم که برم از اون محیط. پیش شوهرم هم نمیخواستم برگردم، چون میخواستم طلاق بگیرم. خونه پدرم با نامادری نمیتونستم زندگی کنم. ناچاران ادامه دادم تا اینکه مدتی گذشت. دیدم از لحاظ جسمی اوکی نیستم. دکتر رفتم، آزمایش نوشت. اونجا بود فهمیدم که از شوهر خواهرم بار دارم. به حد مرگ رسیدم. خواستم بچه رو بندازم. شوهر خواهرم نمیذاشت، تهدیدم میکرد که این کارو بکنی به همه میگم. درد مونده و عاجز بودم. هیچ راهی برای بازگشت نذاشته بودم. ترسیدم تا شکمم بالا نیامده و کسی شک نکرده سری به خونه شوهرم برگردم. شوهر خواهرم گفت سری برو، الان نمیشه کاری کرد، تا بعداً یه فکری میکنی. من به دست و پای شوهری که نمیخواستم برگردم افتادم. مدتی گذشت، گفتم بار دارم. خیلی خوشحال شد. گذشت بچه به دنیا اومد. منی که باید خوشحال باشم تو همچین روزی، جز شرمندگی از روی شوهرم و خواهرم چیزی برای خوشحالی نداشتم. پسرم 1 ساله شد. رفت آمدای شوهر خواهرم به خونه ما خیلی زیاد شده بود. مدام اسباب بازی و وسیله‌های گرون قیمت برای بچه می آورد. شوهرم تعجب میکرد ولی همه این کارا رو روی انسانیت و مهربانی میدونست. به بچه حساس شده بود که ما اون رو چجوری بزرگ میکنیم. به برخورد شوهرم با بچه خیلی حساس شده بود. مدام خونه ما می اومدن، بغلش میکرد. خواهرم تعجب میکرد ولی از طرفی هم برای من خیلی خوشحال بود. این زندگی همینطور گذشت. میگن هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه. سالها گذشت. پسرم 15 سالش شد. روز به روز محبت و دوست داشتن شوهر خواهرم به پسرم پدرام بیشتر و بیشتر میشد. تا اینکه پسرم پدرام به این موضوع شک کرده بود. با شوهرم راحت نبود، با من درد دل میکرد. منم همش تفریح میرفتم و کانال عوض میکردم. از لحاظ قیافه یه مقداری خیلی کمی به شوهر خواهرم رفته بود. انگار حسش میگفت یه چیزی درست نیست. شوهر خواهرم بیشتر در غیاب شوهرمه. اینقدر به این بچه عشق می‌ورزید و محبت میکرد. این بچه شکش روز به روز بیشتر میشد. تا اینکه یه روز اومد و باهم صحبت کرد که چرا اینقدر شوهر خاله منو دوست داره که بابا نداره. چرا شوهر خاله اینقدر رو من حساسه. اون روز وحشتناک کلید کرده بود، طوری که میگفت نکنه اون بابای منه. بهم گفت با تهدید اگه راستشو نگم میره و آزمایش دی ان ای میده. منو تحت فشار گذاشته بود. مجبور شدم. یعنی مجبورم کرد که همه چی رو بگم. خیلی سخت بود.
خیلی گریه و بیتابی کرد. ازم متنفر شد وقتی که موضوع رو شنید. بدون اینکه به باباش حقیقت رو بگه چند روزی از خونه رفت خونه مادر بزرگش. تا اینکه رازی که من سالها به دوش کشیدم و لحظه لحظه شو زجر کشیدم پسرم طاقت نیاورد. موضوع رو به همه گفت چون تو این بار سنگین نتونست خودش رو پیدا کنه و این بار سنگین رو با خودش حمل کنه. بعد از گفتن این موضوع شوهرم سکته کرد و خواهرم مبینا، کسی که جونم بهش وصل بود، وقتی این موضوع رو شنید نتونست این فاجعه رو تحمل کنه. زندگیشو ول کرد و رفت برای همیشه. قید من و شوهرش رو زد. پسرم هم بعد از کلی آسیب روحی و افسردگی دیگه نتونست با پدر اصلیش ارتباط بگیره. هیچ وقت نتونست ما رو ببخشه. من همه چی رو از دست دادم به خاطر یه اشتباه بزرگ. کاش هیچ وقت در اوج عصبانیت و بی محبتی، بی پناهی، بی کسی، تسلیم هر چیزی یا کسی نشیم. میدونم خیلی خیلی دیر شده ولی بد پشیمونم. تو رو خدا مراقب کارهاتون و زندگیاتون باشه. هیچ چیزی به عقب بر نمیگرده اگر کل دنیا رو زیر رو کنی.